روزنامه‌نگاران، نمایندگان وسایط اخبار عامه، حاضرین گرامی، با مقصد تامین اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و هم در اساس نقشه تصدیق نموده راهبر دفتر اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز نشست مطبوعاتی oid به نتیجه جنبست نتیجه فعالیت وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان در سال 2024 برگزار گردیده ایستاده است. روزنامه‌نگاران وسایط اخبار عامه حضور یکایک همه شمایان را من به وزارت کشاورزی خیر مقدم میگویم و قید می‌نمایم که وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان جهت همکاری با نمایندگان تمام وسایط اخبار عامه هوسمند بوده برای انعکاس و پیشبرد سیاست اگراری مملکت عزیزمون همیشه آماده میباشد. وزارت کشاورزی نقشه داشت که در سال 2025 5 مرکز فروش یک لخت محصولات کشاورزی را در مملکت ساخته به استفاده بیاند. میگفتند که حالا این مرکز ها ساختمانش تا کجا انجام یافته است؟ در اساس لایحه رشد اقتصادی ساحل کشاورزی 5 مرکزهای لوجستیکی نباشد در شهر دوشنبه، در شهرهای خوجند، باختر، ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خارق و هم در ولایت ساختمانش باید طبق لایحه و آغاز یابد و حاضر از تمام ضرورت ها و کارگزاری گذشت از آن جمله در شهر خوجند و هم در شهر باختر تنگر گذشت غالبا معین گشتند و آن مبلغ‌های ضروری که بود با بانک جهانی حل و فصل شد روزهای نزدیک ساختمان آغاز می‌یابد و از آن جمله ساختمان مرکزی لوجستیکی و مرکزی بسته‌بند محصولات کشاورزی در شهر دوشنبه و هم شهر خارق که ماه گذشته قرار حکومت جمهوری تاجیکستان دایر به جدا نموده زمین برای ساختمان مرکزی لوجستیکی در شهر دوشنبه قرار قبول شد و روزهای نزدیک مسئله تندر این هم اعلام می‌گردد و هم در شهر خارق و هم در شهر دوشنبه ساختمان در سال 2025 آغاز می‌یابد و از آن جمله از آن لایحه دغرم حجت‌گذاری دایر به جدا نمودن زمین و کاربری رفتی ایستاده در این لایحه هم ساختمان آغاز می‌یابد. با پرزیدنت اکادمی علم‌های کشاورزی است که طوری از مشاهده ها می‌دانیم در بیشتری از ناحیه‌های ولایت ختوان پخته دیر به حاصل درآمد، یعنی که دیر شکفت و بعضی از ناحیه‌ها هم بعد از بارش برگی اول شد. عاملش در چی است؟ محترم نمایندگان وسایط اخبار عامه، دلخواه زراعتی که پرورش کرده میشد باید تکنولوژی رعایت کرده شد. در مثال انمی تخته همین سال وابسته به نو وابسته از آنی که از جانب وزارت کشاورزی از جانب مؤسسه‌های علمی اکادمیا تخمیه‌های با صفت هم پیشنهاد کرده شد تکنولوژی رعایت کرده شد. محترم وزیر گفتند که کیش تا 65 روز دوام یافت. وقتی کیش 65 روز تا دیمی اون میرود وای پخته رسیده رو با ماهای اکتبر با آخری اکتبر میرسه. این یک طرف دیگر است. یک عملیات دیگر از یگانه کنی در تکنولوژی پرورش پخته، یعنی وابسته به تکنولوژی کیش یا که مقرری باشد در یک متری پگانی تا 5 عدد موندن، در بعضی جا تا 10 عدد موندن، یعنی میدان غذاگیری در برای پیدا شدن خوزه کم شد. دیگر چی؟ سرچین کنی است، یعنی با مرور وقت وقتی که غذا پیدا می شود ما حاصل در تنه شونه وای میشونیم ما باید سرچین کنیم، یعنی چکنکه بروسیش چکنکه، یعنی ما قطع کنیم فعالیتونه که فقط قوایی که از زمین از نوریا میگیرد فقط برای تشکل انهمی میوه ها دیاد انهمی کارم رعایت نشد و علاوه محترم وزیر گفتن که تکنولوژی آبدهی رعایت کرده نشد. همین باعث شد که مهلتی وگیتاسیون طولانی شد و در لحظه‌های اون پخته رسید که علاقه سرماهای تیرماهی رسیدن. ما امسال طبق سپارش معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان گروه‌های کاری کار کردن، بعضا کمبودیا را معلوم کردیم در محل گپ زدیم و طبق گفته‌های محترم وزیرم از دهم که سر میشود ما رفته در محل با کاربری میکنیم و امروز نماینده های اکادمیا، انستیتوی
علمی تطبیقی اکادمی در هر یک نوع وابسته شدگی هستند وابسته به فهمانده دادن انمی روش تکنولوژی پرورش و همزمان ما توصیه میدیم که تکنولوژی پرورشی زیر پلونکگی و همزمان دو قطاره‌ای که امروز معروف است ما استفاده برن یعنی از مقدار در یک میدان کم مقدار زیادی رستنی را موندن ما حاصل تامین کنیم و حاصل بلند گیریم و شاید همین پخته پرورش کرده ما ثمرناک پخته همه وقت در صورتی که از 30 سنتر بالا گرفتن و همه وقت ثمرناک است. همین سو گفتم مثلا 3 گکتار زمین داری 2 گکتارش پخته کن گپ اینا این که فایده نمیبینیم از کشتی پخته اما جالب این که پخته مثلا شما گفتید برای صنعت در کار دیگر و دیگر حکومت همین چیزا میخواد مثلا در خطای این تجربه است که وقتی که در همین حالت ها خود دولت میخرد یا همون شرکت ها پیشکی میگون ما همین چیز با فلان فایدهش میگیریم یعنی تو زیان نمیبینیم و همین که رشد کرد خیلی کشاورزش هم میدانی که چقدر رشد کرد درست است شما درست میگید در حقیقت همین مسئله در مجلس ریاست حکومت جمهوری تاجیکستان با پورگی بررسی کرده شد سبب‌ها و عامل‌های استحصال کمی پخته و پس رفتن استحصال پخته رو بررسی کردیم با سروداری جمهوری تاجیکستان تمام برد باخت این ساحه بررسی کرده شد در حقیقت چنین پیشنهاد دارم دوید با مسئله چی گوییم خرید پخته از طرف ساختارهای مسئول دوید چونکه میگه که تا کنکورنسی نباشد با طریق مونوپولی یا که یک دو یا کارخانه عظیم کنید این هوسمندی که میشه همین پیشنهاد هم قبول کردیم گفتیم که خب امکانیت ما امروز محدود است امکانیت و هم بودجتی دولت دیگر رو لیکن با پیشنهاد بعضی اعضایان حکومت و دیگر راهبران نمیخواد شد که از هر منطقه علاهیدی جمهوری در منطقه باختر در منطقه کلاب ولایت سوریه شهر نوعی تابع جمهوری ناحیه‌های علاهیده را انتخاب کنیم و در همونجا بالای چهل که شما پیشنهاد کردید دستگیری مالیوی جلومون سوبسیدیا و خریداری کردن پخته از طرف دولت همین از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و در ریاست همین هم باعثی دستگیری است که ممکن ما این رو نمیتوانیم همشه لیکن انتخابا همین کار رو کرده بینیم اگر فایده چون خیلی همین در حقیقت در تمام در مثال‌های دیگر دولت‌ها بینیم همین فایده خودشون نشون میده چون همه وقت با تنظیم می‌دارند در وقتی ارزان شوی هم در وقتی قیمت شوی هم همون خریداری میکنن و در وقتی ارزان شوی هم که با کسادی нерасад استحصال کنند. Короткий вопрос. Прогноз на этот год, 25-й год, как по гектарам, так и по урожаю. Все. 2025 год, по-моему, как по опыту, я тоже около 40 лет работаю, начиная агрономом колхоза и природы, будет хороший год для хлопка. Гектара. Гектар, около 185 тысяч гектаров мы будем сеять хлопок, 186 тысяч гектаров. Уже по контурам везде определено, где, в каких контурах они будут сеять хлопок, все это определено. А урожай? Урожай 22,4. Плановый. Цены. Да, это планы у нас 22,4. Это центнер, 22,4 центнера. Но по разным, по районам это отличается, но по всему, по республике около 23 центнера. Спасибо. خبرنگار агентии милитариёти Тоҷикистон Ховар ва радио Ховар инҷо фақат дар мавриди пахта бисёр вай рафт ма рости мушоҳида мекунам аслан ман аз вилояти Хатон ҳастам аз солҳои пеш яъне соли 2021 2023 2022 яъне ҳаҷми пахта дигар хел буд ама як сабаби асосиш ки ғалатона ҳам дар ҳамин солҳое ки мисол соли гузашта соли 2024 махсус дар вилояти Хатон аз он ҷумла дар ноҳияи Босе вақте ки мо 2 гектар дар мисол гандум мекунем то 8 тонн то 10 тонн гандум мегирифтем ҳоло бошад дар 2 гектаре гандум мекунем то 4 то 2 тонн ҳатто 2 тонн ҳам нагирифтем рости гап сабабиш дар чӣ бошад ва масъалаи дуюм дар мавриди яххомонӣ аллакай мо медонем ки мисол дар фасли сармо барои ҳосилнокии дарахтон барое ки мисол пешгирӣ аз дигар ҳашароту аз дигар чизо дарахтонро бисёртар вай мекунанд ва яххомонӣ вай мешавад барои ҳосил хуб додан хуб мехостам дар мавриди ҳамин камтарак равшанӣ медиҳам Дастон молотои ваям ҳаст, истеҳсоли ғаларо бинӣ ки
امروز ما 85% طلبات اهالی رو با غله خودی با تامین و تامین کرده استفاده می‌کنیم. که از اون مثال بگیم استفاده برنج تامینات اهالی تامین امنیتی اردوخوری و در تامین اگر بگیم نزدیک 78% رو داریم. این اساسا تامیناتی با برنج دیگر نمی‌دونم هم از کشتی اساسی و هم اساسی کشتی تکراری سامانه استفاده بودیم زمین. در غلام استفاده تخمی خوش‌صفت و ریایی اگرتکنیک استفاده نوری‌های مینرلی و نوری‌های ارگانیکی استفاده برند. امروز خارجی‌هایی هستند در ما که تا 80 تا 90 سنت یا که 8-9 تonna از یک هکتار حاصل گندم گرفته شدند. معیار روی خطا می‌کنید بسیار خوب آمده. من اصلا در نوعی پرکار کار کردم در نوعی واسه واسه همدان اونجا کار کردم. حتی دهقانا در اونجا مهلت کشتی رعایت نمی‌کنند. دیرش در ماه نوامبر دکامبر کش می‌کنند. اگر اعتبار داشته باشید در ماه واسه در قسمت جماعت‌های ملی محمد علی قسمت بالاتر خدا را اگر اینترول بیم از زمین آبی زمین لرمی آشون تا فرق نمی‌شه. چندی موضوع میگه غاله که کاریدی به صفت شدگاه کن کش کن جو یک کش آبمان آزوقه شکل عالمی زمین‌های آبی ناحیه واسه همدانی گرفتن 70-80 سنت یکم مشکلات جدی نداره. به اعتباری میکنم. هست در غلا پروری هم ریایی اگرتکنیک هست. من ناحیه چارکو خارجی چارکو شهر استفاده همیشون به حساب میونه 87 سنت گرفتن. 87 سنت تا حتی چخیل پیاز و سبزی را چابک میکنن خیشاوه میکنن از علاقهای بیگانه تازه میکنن تازه میکنن بعضی دهقانا رو چون آنها هستن که میکارن وقتی حاصل کردن بعد دریازشون میشن و ها گندم کردن در سری زمین آب هست حتی آب نمیمونه خیلیش هم هستن حسابی منم بینید که از سوی زمین های لندین از سوی زمین های لندین به حساب میامونن ما 24 سنت حاصل گرفته ایستاده ایم سوالایی بود که مردم التماس میکردیم اصلا من میگم منطقه آزمایشی گلستان اولمپیای خود من منطقه و زمین ها هزارها گیتار خالی میمون از یک وجه زمین جوی خالی نیست مردم فهمید خودش خودی سامانه که زمین چی میدی هست باید کاربری کردنشون نکنه است و در مثالی پخته هم چیلی بودید که پخته آیده شکل داشتیم نصیب زنده و سلامت باشیم مثال ببینیم که چی نتیجه آمدید صادرات کرده شد. صادرات کرده شد. از آن جمله دیگر محصولات هم. از آن جمله که تخمی پخته امسال در سال 2024 490 تن تخمی پخته به جمهوری ازبکستان صادرات کرد. نزدیک به 1,300,000 دلار. های دیگر های مرحله با مرحله میشود. مرحله با مرحله میشود. من آیسته من در تامین نوری‌های مینرلی و دیگر موادهای ضروری اگر ما دهخانه تامین کنیم مشکلی ما 2 سال دیگر ادامه می‌یابد باز. در حالتی که نیروگاهی برق آبی راهون با پروژه با کار فعالیت می‌کند و ما تامین برق با پروژه وای می‌شود قسمتی آن مبلغ‌هایی که امروز هم از شریکان رشد اینستیتوت‌های مالیوی و هم بودجه دولتی به همین سوال رفته شدند که 2 سال دیگر برای بعد از آن مقداری این مبلغ‌ها با ساحه کشاورزی یا اینکه آزاد نمودن ساحه کشاورزی از بسیار نمودی اندازها امتیازها این کارها البته خوب میشود ما هم میفهمیم میدونیم در همه سفرهای خارجی هم میبینیم دیگر دولت‌ها لیکن مشکلی هر یک خانه رو صاحب اون خاندان خودش میدونند 2-3 سال دیگر همه کاربری نماییم 2-3 مشکل‌های سال‌های علایده را حل پس شود البته رو به ساحه کشاورزی ما بسیار خوبتر میشه و که همین هم باشد در بسیار نمودی استحصالا این روز خوب است دعوت بده خوب از همه محصولات زیاده از 100% به غرض پخته یکی این و دیگر معلومات کمی موافق نامده است سببش که نرخی با 100% نگفتم نسبت به سال گذشته زیاد است نسبت به سال گذشته زیاد است مثلا گفتیم که کارتوشکا 1.2 میلیون گندم زیاده از 800,000 لیکن با خرید که زیاده از 50% همون محصولات ها واردات هم زیاد شده است این کارتوشکا هم و نرخی همون در بازاران همون محصولات ها قیمت سبزی کارتوشکا اگر که
اون محصولات ها زیاد نشده ما پررت تامین نشدیم چرا واردات لازم بود برای چی نرخ‌ها اینقدر بلند است Salomat boşun. 227,000 tonna imsol mahsulot vurdu şurada. Mahsuloti ozu kavori. Aksari hemin. Yok ne? Yak mandarin 20,436 tonna. Banan 34,000 tonna. Sol ilaçların mandarin yolcular doldu. Nisbat da sol ilaçların 9,000 tonna diyor. Banan nisbat da sol ilaçta 7,604 tonna diyor. Hormo, finik gibi beyin. Çor hadonun nüfusları 37 tonna. Nisbat da son derse 3,489 tonna. Hay diğer namuri mahsulot o hasta. Hay kartoşkam 80,000 tonna voluştuyla aksari iyi kartoşka bu kartoşkayı tuxmi hasta. Dar katolin mo, dar katolin. Kartoşki sodrov tam kardiga hasta indim çok. Dokimda tavarını yok ediniz. Şey adaşar boyun Pastali dar osyoy miyonu büyümeden dar tojistona ilam asozam nolu azdatu poidistan da solu gaşta tavarın pastansın aynı solu isesoli masloti orzu kavuluyor ki isesoli masloti şovarlı yalnız. Aklın diğer tarafı diğer aşağısı hamba tarafı du tarafı var hast. Maslot arzon şavar havasmandi dehon gümbe şavar. Hama vakt muhamin ve milyonu kiloyuşu doşta tavanistanı bu dar kozarın Dardaka betanzim nemeshvad tanzim. Soğuğu ki 1 kilogram pyoz yol dolu to 13-14 somun baromali şamaz. 1 kilogram kartoşka to 0 somun da somun baromali şamaz. Xaholdi az çor to 5 somun ba fikram bir kadar arxi qimat ham ne yakın. Agar hamina go'yt ki agar donim se somun dehon alka aziz zarar memeda. İsse sokulanda. Ama bu asos boş atamın mahsulot. Dar fuş boşa. کسی امکانیت دارد از بازار استعمالی از وای میخرد کسی امکانیت دارد از مرکز سودای پایکاری یاور میخرد همین کارتوشکا در بازار مثلا سخاوت و 4 سوم باشه در پایکار 6 سوم من البته خودش قابلیت خریداری خودش معین میکنه لکن اینو ما به حساب بگیریم البته که در وقتی وای کردن با علاوه با مردم مچاس محصولات زیادی کارتوشکا ضروری برای استعمال با همین کاتگوری اولی کارتوشکا سبزی پیاز است و هم برنج Or gerçekten olduğu müftüsün 80,000 tonna gandumi xudi istehsalşu dar dehkadaho deho bişortan mardum mo istehsali ordi xudi da istemal mekanı. İnan bu vaktar. Bişortan ordi gandumi moham baroy or mo dar katori xud orda rex vay xodrom ne? İstehsali orda. Diğer davlatı adamları da mesela Afganistan diğer var. Vadozun birçok gandumi ordu böyle istehsali خلوک آمیختی پرنده چهارراهی مثلا استفاده می‌کنه. من برای اشتراکتون با هر یکی شما حتی وقتتون رو زیادتر می‌گیریم عضو بخواید با دیگر جوری می‌کنم اگه جنگل برمی‌ریزم برای شما صحت و سلامتی بزرگواری آرزو می‌کنم. امیدوار باشد که ما در جنبه سال 2025 از نتیجه خوب و پرابلم ها با هم دیگر هم صحبت داشتیم. ما همه وقت آماده باشیم هستیم. ما